به نام خدا، بینندگان محترم پایگاه اطلاع رسانی میاجل، مردم عزیز سرزمینم بلوچستان، سلام. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. خوشحالم که با یک گزارش دیگه در خدمت شما خوبان هستم. در این گزارش بنا داریم با یک دختر بلوچ شاعر صحبت کنیم. با نگاه‌های گرمتون ما را همراهی کنید. همینطور که میبینید امروز در پایگاه میاجل میزبان یک دختر بلوچ شاعر هستیم و میخوایم که با ایشون یک گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. در ابتدا میخوایم که خودشون رو برای ما معرفی کنن. به نام خداوند مهربانی ها، نسیم رخشانی هستم، متولد زاهدان و اصالتا بلوچ هستم اما ساکن مشهد. اگر سوالی هست که من در خدمتتون هستم. بفرمایید که از کی استعدادتون رو کشف کردین و فهمیدین که میتونین بنویسین و استعداد و تواناییش رو دارین که بنویسین؟ والا نوشتن به نظر من استعدادشو که از بچگی داشتم، یه چیزی بود که علاقم از بچگی بود، اما به صورت حرفه‌ای من از سال 90 زمانی که دانشجو بودم و در انجمن‌های شعر شرکت کردم و از همونجا دیگه به صورت حرفه‌ای شروع کردم. خب به ما بگید که در این مسیری که پشت سر گذاشتید آیا مشوقی هم داشتید؟ ببینید، مشوق هر آدم میشه از خانواده آدم شروع بشه. پدر من خدا رحمتشون بکنه، ایشون مشوق اصلی من بود، اما باز هم بعد از ایشون تو فرهنگ ما یه سری مسائلی هست مخصوصا برای خانم ها. مشوق خاصی نداشتم غیر از پدرم. از مشکلات زنان گفتید. زنان چه مشکلاتی دارن در جامعه بلوچستان و چه کار باید بکنیم که این مشکلات رفع بشه و دیدها بازتر بشه نسبت به فعالیت بانوان در جامعه؟ نمیخوام اسم فرهنگ خاصی رو ببرم، اسم قوم خاصی رو. به نظر من مشکلاتی که برای خانم ها هست در سراسر جهانه. حالا بسته به اون جایی که زندگی میکنن، شرایط زندگیشون باز متفاوته، ولی به نظر من مشکلات جامعه و فرهنگ ما برای زنان از هر جای دیگه پررنگ تره. یک زن برای اینکه به اون هدفی که داره بخواد برسه، علاوه بر مشکلاتی که خودش میخواد تا رسیدن به اون مسیری که میخواد برسه، یک سری مشکلاتی هست که با فرهنگ خودش داره. یعنی باید درگیری ایجاد میشه تو ذهنش که آیا مثلا فرهنگ من اینو میپذیرن یا نه، یا اینکه مثلا بخوان چه نگاهی میتونه داشته باشن برای رسیدن به اون هدفی که خواسته باشی. اینا به نظر من یکی از مشکلاتی که به نظر من به روح یک زن لطمه وارد میکنه. به نظر من راهکاری که دارم، من نظر شخصی خودمه البته، برای بانوان و دختران بلوچ اینه که برای اینکه پیشرفت کنیم لازم نیست که فرهنگمون رو بذاریم کنار. به نظر من باید با فرهنگمون همگام بشیم، باش دوست باشیم و بتونیم در کنار فرهنگ پیشرفت هم داشته باشیم، یعنی هر دوتاشو با هم حفظ کنیم و اینکه نه اینکه مثلا ما فرهنگو بذاریم کنار و فقط خود رو باشیم به عنوان یک دختر، مثلا بخوایم فرهنگمون رو فراموش کنیم. و البته کار سختی هم هست که مشی کردن هر دوتاش به عنوان یک زن توی جامعه‌ای که هستیم. و اینکه باید آموزش لازم داده بشه به خانم‌های ما و این آموزش به نظر من از خانواده ها باید شروع بشه و اینکه اگر مردهای ما کنار ما باشن، چون به نظر من مردهای ما خیلی نقش پررنگی دارن توی این مسئله که در کنار ما باشن. اگر مردهای ما شروع کنن به آموزش دیدن و اون آموزش رو بیارن تو خانواده ها ارتقا بدن، به نظر من این بهترین راهکاره برای اینکه ما خانم ها بتونن پیشرفت کنن تو جامعه‌ای که الان هستیم. احسن، واقعا تفکر خیلی والا و زیبایی بود. من که لذت بردم از شنیدن حرفات. نسیم جان، اینو به ما بگو که آیا خسته هم شدی تا حالا توی این مسیری که پشت سر گذاشتی کم آورده باشی و بخوای که کوتاه اومده باشی و بخوای دیگه این مسیر ادامه ندی؟ ببینید، هر آدمی به نظر من خسته میشه، یه جاهای آدم کم میاره، ولی به نظر من اون باید نگاه کنه به آخر هدفت. یعنی که خب هر چیزی، هر کاری رو که بخوای شروع کنی اولش سختی‌های خودش رو داره، باید تلاش کنه. یک جاهای آدم کم میاره واقعا. آره، منم داشتم این لحظات رو، ولی خب من سعی کردم کم نیارم. سعی کردم حالا هر چقدر که افتادم، شکستم، حالا هر اتفاقی افتاده برای من، بازم کارم رو ادامه بدم، هدفم رو دنبال کنم. خیلی کم غمگین میشم و سعی میکنم
به نظر من دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، درسته شاید این شعار باشه، یک کلیشه باشه که من صحبتشو بکنم، ولی به نظر من واقعا ارزش این که حتی آدم یک لحظه غم داشته باشه رو نداره. باید حالا من بیشتر خودم برای اینکه روحیه‌مو بسازم بیشتر یا کتاب میخونم و یا اینکه با موسیقی کار میکنم. آخرین کتابی که خوندید چیه به ما بگید؟ آخرین کتابی که خوندم دنیای صوفی بود. کتاب 11 دقیقه بود. کتاب زیاد میخونم، یعنی یک جزء لاینفک زندگی منه و من دوست دارم اینو به همه بانوان بگم که حتما، چه اونایی که خونه‌دار هستن، چه اونایی که شاغل هستن، دخترای جوان، همه در هر رنج سنی که هستن، یک کوچولو از وقتشون رو اگر در روز بذارن برای کتاب، مطمئنن توی یک تایم خیلی کمی میبینن که دنیای قبل از کتاب خوندنشون و دنیای بعد از کتاب خوندنشون خیلی متفاوته. هیچی جای کتاب رو نمیگیره. همین که اون کاغذ و ورق بزنی و اون تو دنیای میری که واقعا یک دنیا، تو میتونی تو با کتاب خوندن میتونی توی دنیای دیگه کلا سفر کنی. اون چیزی که تو فضای مجازی شاید مثلا بتونی یک اطلاعاتی رو بهت بده، ولی خود کتاب خوندن یک لذتی داره که نه تو فضای مجازی هست و نه هیچ جای دیگه. به نظر من کتاب خوندن اصلا نمیشه مقایسه کرد با فضای مجازی. بله، یک کتاب در حال نشر دارم که به نام یک جهان فریاد که سروده ها و قطعه های ادبی من هست و که هر کدوم از این قطعه ها یک تجربه و مفهوم خاص رو به خواننده میرسونه. تجربه هایی که مثلا هر کسی باید سالها زمان ببره تا اون رو تجربه کنه و من اون رو توی حالا یک چند خطی خلاصه کردم که انشالله به درد خواننده های ما بخوره. خب نسیم جان، به ما بگو که برای همسن و سالای خودت، برای کسایی که به شعر علاقه دارند، به نویسندگی علاقه دارند یا هدف دیگری رو میخوان دنبال کنن، چه توصیه‌ای داری؟ ببینید، من حالا هر هدفی دیگه هم که داشته باشن، چه نویسندگی چه حالا هر چی که دوست دارن، استعدادی که دارن، به نظر من تو همون شاخه، تو همون مسیر حرکت کنن. یعنی اینکه از این شاخه به اون شاخه نپرن و اینکه خیلی جدی باشن تو هدفشون. یعنی اینکه مثلا حالا یه روز این کار رو انجام بدیم، یه روز انجام ندیم، حالا بشه یا نشه، نه، حالا با هر سختی که دارن به نظر من باید برای اینکه به هدفشون برسن باید تلاش بیشتری داشته باشن برای رسیدن به اون هدفشون. خب عزیزم، دوست داریم که یه شعرم از شما بشنوید، ما رو به یه شعر مهمان کنید. خوشحال میشم حتما. زنها صبح آن شبی که با تمام وجود گریه میکنن زیباتر میشوند. چشمهایشان، لبهایشان، موهایشان، غم نهفته در نگاهشان، حتی تصمیمهایشان. زنها بعد از گریه هایشان قوی تر میشوند. و اینکه کار دومم حالا مصادف است با بازی پرسپولیس و استقلال، با برد و باخت هیچ کدومش کار ندارم. مرا چه به جنگ آبی ها و قرمز ها، تو بیا و تکلیف مرا با سیاهی چشمانت روشن کن. خب نسیم جان، خیلی ممنونم که وقت در اختیار ما گذاشتی. اگه حرف نگفته ای داری برای ما بفرمایید. ببینید، من نمیخوام اینو حالا جنسیتی کنم، تفکیک جنسیتی پیش بیاد اینا. من فقط میخوام که خانواده های ما همون اندازه که برای پسرهاشون ارزش قائلن، من دوست دارم همون اندازه به دخترهاشون ارزش قائلشن. و اینکه اگر هدفی دارن، اگر استعدادی دارن که میتونن واقعا شکوفا بشه، از این لحاظ که مثلا چون دختره نمیتونه این کار رو انجام بده، به نظر من این یک کم لطفیه در حق دخترها. اجازه بدن دخترها بیان وارد میدان بشن، اجازه بدن که شکوفا کنن. به نظر من جامعه ما خیلی پیشرفت میکنه اگر اجازه بدن که خانم‌های ما در عرصه هنر یا هر درس علم، هر چی که واقعا استعداد داشته باشن بیان و خودشون رو نشون بدن. دوست دارم هم خانواده، هم مردهای عزیز ما و هم جامعه و اجتماع ما زودتر خانم‌ها رو قبول کنن. البته میدونم که خیلی پیشرفت از قبلا ها، از چندین سال پیش که خیلی در خفقان بودن، ولی خیلی الان بهتر شده، ولی دوست دارم که باز هم بیشتر باشه. ممنونم ازت نسیم جان. خب دیدیم و شنیدیم صحبت‌های خانم نسیم رخشانی، این دختر شاعر بلوچ رو. امیدوارم استفاده کافی رو برده باشید. روزگار بر شما خوش. خدا یار و نگهدار شما.